و سلام برای یک نکته. اون نکته کدام است؟ الله قدرت داره که مخالفین سرکوب کنه و سرکوبی مخالفین هم بسیار عجیب می باشه. موسی علیه السلام مخالفش فرعون است، چه قسم سرکوب میکنه، چه قسم قدرت داره بیان میشه. از او خاطر سورت به نام قصص یاد میکنه. 49م سورت است در نزول خود که قبل سوره بنی اسرائیل و بعد سوره نمل نازل شده. ارتباط این سورت قطع ما قبل در ما قبل الله متعال عقیده توحید و رسالت و معاد ذکر کرده بود، در اینجا به تفصیل است توسط داستانای انبیاء علیهم السلام. موضوع مرکزی این سورت فقط اثبات توحید الله و اثبات رسالت پیغمبر. عام سورت های مکی امی موضوعات می داشته باشه، یعنی معالجه اموری چی را میکنه؟ عقیدوی و اصولی را میکنه. اگرچه بعضی احکام ضمناً ذکر میشه، اصل مقصد اوسته. در ابتدا الله متعال ترغیب به سوی قرآن کریم، به خاطر که قرآن کریم انسان از سرنوشت زندگی آگاه میکنه. داستانای انبیاء علیهم السلام برات میشه، مکمل حقیقت حال برات واضح میشه که کدام انسان کامیاب و کدام انسان چی ناکام است. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم. الله خب عالم است به اصل مطلبش. در سری سورت آمده. نظریه شیخ الاسلام رحمه الله است. الله متعال مخاطب قرار میده کسی که اینمی قرآن کریم تلاوت میکنه که اینمی کلام از همی حرفا مرکب شده، لیکن هیچ کسی توانایی به مثل آوردن مثل آیتای قرآن نداره، با وصفی که حرفا مکمل مشترک است. کلام الله از همی حرفا ترکیب یافته و کلام تو از همی حرفا ترکیب یافته. چرا تو به مثل قرآن کریم کلام ساخته نمیتونی؟ تلک آیات الکتاب المبین. مضامین صورت یا کلمات صورت آیاتای کتابی است المبینی که خود روشن است و روشنگر است، یعنی دیگه تمام حقایق برملا میکنه. توسط داستانا روشنی در زندگی تمامی دعوتگرا مندازه که دعوتگرا چه قسم زندگی داره، چی از چی کار بگیره و چه حوصله بکنه، کدام شیوه ها را در پیش بگیره. نتلو علیک من نبأ موسی. ما قصه میکنیم، تلاوت میکنیم بالای تو پیغمبر علیه السلام از سرگذشت و داستان موسی علیه السلام و فرعون بالحق، براستی و واقعیت. این کتاب های تاریخ واره نیست که این و آن و مو هر چیزی که هر کس گفته او را جمع کرده باشه. خشکوتر چیزایی که بی اساس و خیالی است، متاثر از قدرت ها و قوت ها و حکمت ها باشه. مجاهد و غازی را خیانتکار ملت جور کنه، ملت چی را خیانتکار غازی جور کنه. نه، قرآن که کدام قصه را بیان میکنه واقعیت داره، کتابی تاریخ نیست. لقوم یؤمنون بیان میکنه. چرا این داستان بیان که برای کی؟ برای قومی که یؤمنون ایمان داره. چرا؟ به خاطری که درسای عبرت تنها مومنا میگیره. چرا درسای عبرت میگیره؟ نوری توحید در قلبشان تابیده، قلبای از یار آماده کرده برای ازی که حتما متوجه باشه به بیانات و پیامهای کتاب الله که کتاب الله چی پیام داره، مرا کدام طرف سوق میده و از ما چی مطالبه و چی طلب میکنه. مومنای گپا میفهمه، هر کس نه. ان فرعون علا فی الارض. فرعون تکبر کرد، خود کلام تراشید در روی زمین و جعل اهلها شیعا. مثل که فرعونای او وقت فرعونای عالم این نمیشه ورده کار میگیره. او فرعون در او وقت کدام شیوه بود؟ گردانیده بود اهل همین سرزمین شیعا، گروه طایفه به نامای مختلف تقسیم کرده بود. این پاکستانی خط دیورند این خط دیورند کی توزیع کرده؟ تقسیم کرده. انگلیسا خط دیورند مانده. تمام روز جنجال در پارلمان سری خط دیورند است. و بدبخت سرزمین از الله متعال است. این تقسیمات سرحد کی کرده؟ الله حکمت اسلامی را بیاره که سرحد بندر هیچ وجود نداشته باشه. هیچ بندرها را کی وضع کرده؟ کی؟ این را چی میکنی؟ کلان مردم سر همین نقطه پیچیده را ایسته و این خط دیورند و مرده که سرحد کفار و استعمار وضع کرده. تو مسلمانی افغانی را از پاکستانی جدا کرده، پاکستانی را از ایرانی جدا کرده، ایرانی را از عربستانی جدا کرده، کلش جدا کرده، ټوټه کرده. فرعون از زمین شیوه کار گرفته بود، قوم دبین انداخته بود
یک قماندان یک رقم پیسه میداد، دیگر رقم او را در مقابل از او حکومت میکرد. مردم درگیری خود بود، یا قرا چپ سینه چی حرام زندگی میکرد، کس متوجهش نبود. امروز هم امریکا و استعمار غرب آمده، یکی را در بغل گرفته، میگم بسیار بچه چیسته نواسه مستی، او دیگر در سر کو کشیده. امی افغانی از یک خانه دو برادر اولاد چند، یک پدر است، یکیش در کوس، یکیش در اردوی ملی، یکی دیگه خود زده رویست. کی کار کرده؟ کی کار کرده؟ استعمار کرده، امی امریکا کرده. ما را بگذارو امریکا، ما افغانستیم، از یک منطقه هستیم، یک مردم هستیم. اسلام ما را کلگی را برادر ساخته، خونی ما یکی به دیگه ما چیست؟ حرام است. خلاص مرا بگذار، خود میگذاره تا. و جعل اهلها شیعا، گردانیده بود اهل سرزمین گروه طایفه نجات بندی کرده بود که تو فلان خیل تو فلان خیل. نه، یستضعف طایفه، مقهور و مغلوب می ساخت، یعنی کمزور می ساخت. یک طایفه را می نواز یاره، یک طایفه را بسیار کمزور نگاه میکرد. چرا؟ چه قسم کمزور نگاه میکرد؟ یذبح ابناءهم، ذبح میکرد اولادایشان، و یستحیی نساءهم، بی حیا میکرد زنایشان، یا ترک میکرد زنایشان برای خدمت، یا یستحیی نعوذ بالله زنا میکرد امرای زنایشان. انه کان من المفسدین، فرعون بود از جمله فساد پیشه. چرا؟ بزرگترین فساد نمی بود که نظام طبقاتی را در میان آورده بود. در هر منطقه و ملک نظام طبقاتی پیدا شود، پشتون و تاجیک شود و ازبک و هزاره شود، گاهی هم شما در اونجا امن و امانت دیده نمیتانه. نظام طبقاتی را او چی کرده بود؟ کسی که سرمایه‌دار است، وزیر امو، مشیر امو، مشاور امو، وکیل امو. کسی که غریب است دیگه هم یک چار سنگ در پشتش بزن، برای چاپرتوشه، کس بازخواستش هم نکنه. اینی گپاست. روسیه نمیطور شده بود که کارل مارکس از همین موقع کار گرفت، مردم دید که خیلی تنگ آمده، مردم غریب در مقابل مردم چی؟ مالدار خیلی حساسیت داره، رفت در بین ازی که الله حقوق شما پایمال است. هدفش دیگه چیز بود؟ زد مردم ها را تبا کن سرش. الله که مساوات میه، خبر نداره که مساوات ها کلش از بین رفت. اما مردم که یک لقمه نان هم میافت، هم چی شد؟ از دستش رفت. کل سرمایه از غنیا در کی؟ در کابینه حکومت تکیه کرد. برو بخیر. محنت دیگر ها کشیده بود، بگوی نعمت کابینه حکومت برد قطی خود. امو رقم کرده بود. فرعون هم کار کرده بود، کارل مارکس هم. امروز استعمار هم کارها را میکنه. ذبح میکرد بچایشه. سه تعبیر در اینجا موجود است، پیش در ترجمه هم تیر شده. یا خودش خواب دیده بود، یا کاهنا برش گفته بود که یک نفر در بنی اسرائیل پیدا میشه، حکومت تو از بین میبره. این قول صحیح نیست که کاهنا خواب دیده. چی برش خبر داده؟ خبر کاهن قابل تایید نمی باشه. تصدیق خبر کاهن چرا بکنیم؟ نه خودش خو دیده، خوی کافر هم راست میشه، در این شکی نیست. گاهی اوقات خوی کافر راست می باشه. خو لیکن بهترین توجیه است که بنی اسرائیل نظر در وعده های تورات در بین خود زنگ میکرد. وقتی که خیلی تنگ می آوردن، بسیار بیگاره می کشیدن، زنده و ماله می شدن، باز یکی دیگه خود کمی تسلی می داد. خیر است، یک کسی پیدا میشه که حکومت فرعون از بین میبره. از خود ما و شماست. کجاست؟ در کتاب ما ذکر است. این گپ به فرعون رسید که بنی اسرائیل اینی گپا را میگه. وقتی که قطعی درباری و غطایت خود مشوره کرد، غطایت مشوره داد به خاطر از اینکه هر کسی که پیدا شود که پاچایی تو از بین میبره، حتما نیرو می داشته باشه. از او خاطر که امی قوم نیرو پیدا نکنه، الله بچایش ذبح کرده بره. اول شروع شد هر سال، بعد از او که اینطور مردا باقی نمان که کارای شاقه را پیش می برد. شکایت کردم به فرعون که ما تباه شدیم، حالی کارای شاقه سری خودی ما میشه. یک سال گرفتن ذبح کردن، دیگه سال گذاشتن. در سالی که ذبح میشد کی تولد شده بود؟ او در سالی که نمیشد کی تولد شده بود؟ هارون علیه السلام. کرشمه های قدرت الهی را بیبی
که موسی علیه السلام که سببی از بین بردن کاخ ریاست جمهوری فرعون میشه، او در نکی در یک جایی چی پناه چی شوه تربیه شوه یا چی کلان شوه در خود دی خانه کی فرعون. الله که بخواه مخالفین از بین میبره، اینه می رقم بکنه، اینی رقم. خب او خو یعنی تر ذبح میکرد، امروز هم استعمار ذبح میکنه. بله جوانای ما را ذبح کرده ولی بیکار، گلون از گلونش خون نمیره هیچ. چی رقم ذبح کرده؟ شبکه های متنوع ارزان، تلویزیون، شبکه های تلویزیونی اینترنتی برآمده. مردم خود چون عقیده نداره، از قرآن خبر نداره، مسلمانی تذکیره است. هنوز ملا هم برش میگه که چی دکتر یوسف قرضاوی صاحب الله در عمرش برکت پرته دعا برش میکنیم، او هم کتاب برش نوشته کرده، موسیقی را دو قسم تقسیم کرده. هر موسیقی که چیسته شهوت بر میانگیزانه او ناروا، موسیقی که بر نمیانگیزانه روا. حالی هر کس قطی خود موسیقی را شنیده بره در خود متوجه شه کی روا شه یا ناروا. ملا دفاع میکنه، جوانا یک دم طرف پانتون میره بجای از اینکه کتاب خود مطالعه کنه در گوشی چیست؟ گوشیست. بیگاه از مسجد برآمدم، یک طرف میرفتم در مابین مارکت، ما از تراویح برآمدیم که ما در 11 بجه شب چی است؟ خواندن امان در اینطور مست هستن، نفرا برش مسافران بودن. عجیب است، این گپا هست. ذبح اولاد ما است که فکر اولاد ما را مکمل از بین برده، وقت اولاد ما را ضایع کرده در چیزای مبتذل و بیهوده. خودشان قدر دقیق از اولاد خود نمیگذاره در لهو و لعب مبتلا شوه، این قدر دقیق درسا میخونه که پرسان نکن. اما اولادای ما را چی میکنه؟ در مکاتب مدیر صاحب فرهاد دریا را میاره در قد دخترای چی جوان، به خاطر کی آهنگ بگوید دخترای جوان چکچک بکن. دیدی یا ندیدی؟ باز میگه افغانستان واری مسلمانی یک جای پیدا نمیشه. تو دختری تا برای چی روان کرده بودی مسلمان؟ پیش مولا در ترجمه قرآن امو عالم بی غیرت میگه این نارواست، لیکن یک روز در مقابل امو فحاشی که علنا فحاشی است فتوا ندادی، یک روز سخن از دهنت نبرآمد. تو فقط دشمنی قرآن هستی، دیگه چیز هم نیستی، دشمن دین. این از ذبح اولاد میگه. و یستحیی نساءهم، به حیا میکرد جاسوسا را روان میکرد، معاینه میکرد شرمگاه های زنا را که اولاد تولد شده نشده، یک ترجمه است. و یستحیی ترک میکرد زنا را به خاطر که خدمتایشان بکنه کنیزا باشه، دو ترجمه. سوم ترجمه به حیا میساخت زنا را زنا میکرد امرایش نعوذ بالله، از او خاطر زنا را میماند. امروز هم استعمار امیر کم کرده، زنای ما را به حیا کرده. به حیا کرده یا نکرده؟ ورق میبراید در تلویزیونا اخبارا مجلا اعلان میشه فلانی مؤسسه 3 دانه دختر کار داره که سنش از 20 بالا باشه، از 25 پایین باشه، اینی مواصفات داشته باشه. 1000 دختر در صحنه امتحان میایه امتحان میده، از او کده که چیسته زیباترین دختر نیست انتخاب میکن، برای در دفترها ببینی دختر قطش کار میکن. استحیای نساء چیست؟ امروز در کجاست؟ قرآن کریم برای ما بیان میکنه. فرعونای امروز هم همی کار میکنه، انه کان من المفسدین، واقعا امی فرعون از جمله مفسدین بود. و نرید ان نمن علی الذین، ما اراده داریم که احسان بگذاریم علی الذین، بالای کسانی که استضعفوا فی الارض، ضعیف شمرده شدن در روی زمین، سالا سرش بیگار کشی شد. و نجعلهم، بگردانم یاره ائمتا، اماما در دین، و نجعلهم الوارثین، بگردانم در دنیا یاره میراث برنده حکمتا و کاخهای مجلل فرعون. کی؟ زمانی که به پیغمبر خود رجوع کرد، پیغمبر گفت قاید برای مقرر کرد، زمانی که جهاد شعار خود گرفت، زمانی که تورات پس محکم گرفت. این وعده الله متعال است. بنی اسرائیل داوش آمد، از همون خاطر رفتن در پیش کی؟ عزیر علیه السلام رفتن. هر پیغمبری که بود برای ما قاید مقرر کو، تعیین کو که ما جهاد شروع کنیم. هر قوم که
رجوع به سوی دین الله بکنه، برای خود سرپرست مقرر کنه، الله وارا عزت میده، بالکل عزت میده. و نمکن لهم فی الارض، و قدرت حکمت بدم برایشان فی الارض در روی زمین مصر یا شام، و نوری فرعون نشان بدم به فرعون و هامان به هامان و جنودهما و بلشکر اردویشان منهم از دست بنی اسرائیل. چی را برش نشان بده بیا؟ از دست بنی اسرائیل ما او عذاب و واقعات ناگوار کانا که بودن یحذرون که از پیشش چیسته می ترسیدن سابقا، امو چیزایی که می ترسیدن امو واقعات ناگوار از دست بنی اسرائیل سرشان بیارم. و اوحینا الی ام موسی ما وحی کردیم، مراد الهام است، الهام کردیم به مادر موسی علیه السلام ان ارضعیه که شیر بده موسی علیه السلام، یک مرتبه شیر بده. فیضا خفتی علیه زمانی که می ترسی که علی می آیا جاسوسا فالقیه بنداز. القی صیغه امر است یا علامه مؤنث است، ضمیر فاعل مؤنث است، از خودی کلمه نیست. بنداز زمین موسی علیه السلام فی الیم در دریا، ولا تخافی نترسی، ولا تحزنی غمگینم نشو که میره رفت، وی کاش که دادم میروی بچه مرا میکش، خود دادم میروی میبود، ای چی تو رمو تو رو از پیشم برد ماهی میخوره چی میکنه. الله میگه غمگین نشو، این رادو الیک، ما بازگرداننده استم موسی علیه السلام به سوی تو، باز رساننده استم. و جاعلو گرداننده استم می موسی علیه السلام من المرسلین. این طفل همو تر طفل عادی نیست، روز فرا میرسه که طفل خوف و خطر مرگش است، از او خاطر در دریا انداخته میشه، لیکن سبا روز پس در پیش تو میآید ولیکن از پیغمبران میشه. فالتقطه آل فرعون، برداشت موسی علیه السلام آل فرعون، درباریای فرعون، کنیزای از او در اونجا بود که نهر در قصر فرعون داخل شده بود. صندوق آمد، کنیزا گرفت، سرش آواز کرد که الله بچگکی است که مجردی ببینی آنقدر محبتش در قلبت پیدا میشه که دیگه میخوای که هر بار برش ببینم. کنیزکا سر صندوق بند کرد که الله ما باز زود بند کنه که باز فرعون سر ما تومت نلگانه که اینجا طلا و نقرم بود ویش شما گرفتی. الالا دیستی رساندن دربار فرعون. آسیه زن فرعون که در او زمان مسلمان بود یا نبود، با مجردی که دید محبت از او در قلبش جا گرفت. فرعون که آمد الالا جلادار طلب کرد که الا ذبح کنی، لیکن آسیه چنبالک بند کرد، دیر از پیش ما کشته نمیتونی. با یک طفل خو بنی اسرائیل چی نمیشه، قوت پیدا نمیکنه. بازی دیگه واقعاتش پیش تیر کرده بودیم، در یادتان بیاید. و فتناک فتونا. فالتقطه آل فرعون، ورداشت موسی علیه السلام درباریای فرعون، لیکون لهم که عاقبتش باشه می موسی علیه السلام برایشان عدو دشمن، و حزنا سبب و ذریعه غم، مایه غم برشان جور شود. این فرعون و هامان، یقینا فرعون و هامان که وزیرش بود، و جنود هما لشکرای اردویشان کانو بودن خاطئین خطاکار، مسیر مستقیم نمی پیمودن، همیشه رای کج طلب میکرد. و قالت امرأة فرعون، گفت زن فرعون قرة عین لی، سردی چشم برای من است، ولکه برای تو هم است. این اخلاص داشت، آسیه اخلاص داشت، راستی هم سبب سردی چشم شد، چرا که موسی علیه السلام ذریعه هدایت و ایمان آوردن شد و سبب دخول چی شد؟ جنت. راستیم خوشحالی شد. قرة عین خوشحالی چشم، سردی چشم. ما و شما روشنی چشم میگیم، روشنی چشمیم است. لیکن فرعون اراده نداشت. مفسرین نوشته میکنه اگر فرعون دمو وقت می گپی زنی خودت تایید میکرد، موسی علیه السلام سبب هدایت کی میشد؟ فرعون هم میشد. لا تقتلوه، نکشه، عسای ینفعنا، فرمان از کیست؟ از زنش است که را قتل نکنی، امید است که نفع بده ما را، او نتخذه یا بگیری میره ولدن بچه خونده جور کنیم شه. و هم لا یشعرون، در حالی که یا خبر نبودن از حقیقتیال که آخر امی موسی علیه السلام در اینجا کلان تربیه میشه، بنی اسرائیل منسجم میکنه در مقابل فرعونیا. آخر سرنوشت فرعونیا از دست از یا چی میشه؟ از بین میره. و اصبح فؤاد موسی، گردید دل مادر موسی علیه السلام فارغا بیقرار، یعنی خالی از صبر شد زمانی که در دریا انداخت، با واسطه که در قلبش الله الهام کرده بود،
لیکن زمانی که دریا صندوق برد یک دم ناقرار شد، این کادت قریب بود لتبدی بی که اظهار بکنه بالای امی موسی علیه السلام. بیقراری قدری روادار ساخت که بدوا پشتش آلی کلی مردم ببینه که بچه خود در صندوق انداخته و ایره در دریا انداخته. الله چی میگه؟ لولا اربتنا، اگر ما گرین نمی زدیم، ما کمی نمی آوردیم علا قلبی ها، بالای قلبی کی؟ مادری موسی علیه السلام. لیکن چون که ما کمی سری قلب آمد، بیقراری چی شد؟ از بین رفت. لتکون من المؤمنین، بخاطر که شو از جمله باوردارندگان به وعده ما، کدام وعده را که الهام کرده بودم آلی بفهمه که راستی وعده الله درست است. و قالت لاختی، گفتم مادرش بد امشری موسی علیه السلام، قصیه ای دپای برادر خود برو، از دور دور برو. فبصرت به، پس دید امی امشریش امی موسی علیه السلام عن جنوبین، از دور. و هم لا یشعرون، در حالی که فرعونیا آگاهی نداشتن که امشریش است و برادر خود مراقبت میکنه. و حرمنا علیه المراضع، ما من ساختیم از قبول کردن چی؟ علیه بالای موسی علیه السلام المراضع، شیردهنده ها را، یعنی سینه های دایا را کلش منع کردیم. موسی علیه السلام که در هر دایی میگرفت که او را شیر بده، یک کیشه نمیخورد. از یک طرف محبت کامل آسیه بالای موسی علیه السلام پیدا شده، از طرف دیگه شیر پیدا نمیشه. دست میزنه که وای وای این طفل از پیش ما ضایع میشه. همشیری موسی علیه السلام آمده حالات مکمل مشاهده میکنه که چی گپاست. چی میگه؟ و حرمنا علیه المراضع من قبل، پیش از پیش ما منع کرده بودیم بالای موسی علیه السلام المراضع، چوشیدن سینای دایا را، من قبل پیش ازی. فقالت همشیریش گفت برای خانواده، هل ادلکم، شما را راهنمایی بکنم، علی اهل بیت، بالای اهل یک خانواده، یک فلونه که تربیت ازیره بکنه، سرپرستی ازیره بکنه، لکم برای شما کلان کنه، و هم له ناصحون، امو خانواده به این طفل بسیار خیرخواست، نام کشیده در خیرخواهی خود برای اطفال. اینطور نمیگه که مادرش است. فرددناه الی امه، ما بازگردانیدیم موسی علیه السلام به مادرش، کی تقر عینها، به خاطر که چشمش روشن شوه، خوش شوه، سرد شوه چشمش، ولا تحزن، غمگین نشوه، ولتعلم، بدانه با یقین، ان وعد الله حق، که وعده الله درست و راست است، ولکن اکثرهم لا یعلمون. الله که کدام کار بکنه، میگه تقدیر که کار میکنه، تدبیر برش چی میکنه؟ خنده. چی تدبیر که کار بکنه، تقدیر برش خنده میکنه که تو چی میکنی و چی میشه. تقدیری طور کار است. قرآن کریم در یک نکته برای ما گفت که همه امور زیر فرمان الله میچرخه. آفتاب روشن است، الله برش روشنی داده. وقتی بیا کمی آفتاب چی شود؟ از الشمس کویرت، سیاه کرده شود، سیاه شود. چی درس داد براتون؟ همه عزت ذلت، همه رزق، بگوی همه مردن زنده کردن کلش در اختیاری کیست؟ مخلوق جمع شود تو را عزت داده میتونه که الله نده؟ مخلوق جمع شود تو را ذلیل میتونه؟ مخلوق جمع شود تو را کشته میتونه؟ بس دیگه از کی حراس داری؟ دیگه حراس از قلبت بکش، بجز از الله از کسی خوف نکو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.